أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالی گفت موالات نکنید با یهود و نصارا که شما هر که با یهود و نصارا موالات بکند او از یهود و نصارا ہے. اکنون اللہ تعالی میگه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، هر که مرتد از شما از دینش با محبت یهود و نصارا خود را از دین مرتد کند، با دشمنان خدا تو لغت ضرر او می کند فلا ضرر علی الله. پس انقریب الله تعالی قوم روی کار میاند. خوب سروران گرامی، این قوم که اینها این آیه را میخوانند شیعه و برای ارتداد صحابه رسول صلی الله علیه و سلم استناد میکنند که ببین قرآن گفته کسانی که شما ایمان آوردید هر کس شما مرتد بشود از دینش تو الله تعالی فوری میارد یک قومی را روی کار. لذا بعد از پیغمبر وفات کرد همه مرتد شدن غیر از سه نفر. چطور مرتد شدن؟ که ولایت حضرت علی را و خلافت حضرت علی را به حضرت علی ندادن، از حضرت علی گرفتن، لذا همه مرتد شدن. خب الله تعالی میگه هر کس شما مرتد بشود از دینش فوری خدا یک قومی روی کار میارد با این صفات که آنها خدا آنها را دوست دارد، آنها خدا را دوست دارند، آنها اذلتن علی المؤمنین، برای مؤمن خیلی مهربانند، عزتن علی الکافرین. اینها کی بودن که خدا روی کار آورد؟ حالا به زعم شما اگر صحابه مرتد شدن پس قومی که خدا روی کار آورد با این صفات که جهاد میکنن در راه خدا و از ملامت هیچ ملامت کننده حراس ندارند، همین قوم کی بود که خدا میگه فسوفه. شما هم میدانیم که لفظ سوفه بر سر مضارع داخل بشه افا هر دوتا برای وصل میان، یعنی مابعد سوف و مابعد فا متصل با ما قبله. هر کس شما مرتد بشه خدا این قوم را روی کار فوری میاند. همین 1400 سال اون قومی که روی کار آمد و این صفات را داشت کیه؟ بله بعد از وفات رسول پاک صلی الله علیه وسلم تعداد از عرب مرتد شدن، بعضی منکر زکات شدن، بعضی با مسلمه کذاب مدعی نبوت همکار شدن. ارتداد عرب معروف است، منکران زکات اینا همه مرتد شدن که حضرت ابوبکر اعلان جهاد کرد برای زنان. لیکن قومی که روی کار آورده کی؟ اگر ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و علی و اینها را، علی که نه اونا نمیگه حضرت علی را مرتد شده، اگر خلفای ثلاثه با مهاجرین و انصار نعوذ بالله طبق گفته باکر مجلسی اینها مرتد شدن غیر از 3 نفر، تو پس اون قومی که خدا روی کار آورد کی بود؟ بله آنها که مرتد شدن اون قومی که روی کار آورد خدا او حضرت ابوبکر بود، حضرت عمر بود، حضرت عثمان بود و هواداران اینها مهاجرین و انصار. این صفات در آنها بودن. آنها را خدا آنها را دوست داشت و آنها خدا را دوست داشت. آنها برای مؤمن اذلتن علی المؤمنین بودن. هیچ نزاع و اختلافی در زمان 3 خلیفه رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بین مومنین نبود. یک مورد شما در تاریخ بیارید که در زمان حضرت ابوبکر صدیق فاروق اعظم کسی با هم نزاع کرده باشه. خب اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین بودن. همه دشمنان داخل جزیره العرب را که بخاطر ارتداد
روگردان شده بودن. این فتنه ها را حضرت صدیق اکبر در مدت خلافت 2 سال و 3 ماه فتنه های درونی را خاموش کرد و لشکر اسلام را به سرحد ایران و روم مستقر کرد و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در مدت خلافت 10 سال بعد 2 ابرقدرت چنان جنگیدن. بابا غلبه کردن یا نکردن؟ برا غلبه کردن، عزتنا علی الکافرین شدن، جهاد کردن در راه خدا. چقدر جهاد کرد صدیق اکبر، چه جنگ های در زمان حضرت صدیق اکبر با مرتدین و با مدعیان نبوت انجام گرفت و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چقدر جهاد کرد در راه خدا. صحابه همراه حضرت عمر و حضرت عثمان چقدر جهاد کردند. اینها ملامتی، هیچ ملامت کننده حراس نداشتند. آخر سربازان ساسانی میگفتند اینها دیه با دیوها کسی نمیتونه جنگ. و بر این باور شدند تمام سربازان ساسانی که در وجود اینها سلاح اثر نمیکنه، سلاح به جای خود که سلاح هم اثر نمیکرد. خالد ابن ولید سیف من سیوف الله، طبق تعبیر سرور کائنات شمشیر از شمشیرهای الهی بود، بهش سم دادن به جای آب. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم را خواند و سمه را زد بالا، هیچی نشد. سلاح دیگه به جای این فاتح ایران را، این خالدها جهاد کردن در راه خدا و این فضل الله به هر کس می‌دهد. الله واسع علیمه. خب با یهود و نصارا محبت نکنید. هر که محبت کرد و مرتد شد ضرر میکنه. خب پس ما محبت باقی کنیم. محل موالات امر و ولایت الله و رسول و مومن. محل موالات الله تعالی انما ولیکم الله. اینجا نگو که یا ایها الذین آمنوا مخاطب مومنه، نه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى، با اینها محبت نکنید. اگر محبت کردید مرتد میشید. آنها شما را مرتد میکنن. ودوا لو تکفرون لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. خب با یهود و نصارا که همسایه های ما هستن محبت نکنین، دست رفیقی ندهید. پس واقعی محبت ما کنین. باید انسان محبت را در جای انجام بده. فرمود انما ولیکم الله، ولی شما، دوست شما ای مومنین الله هست. و رسوله، رسول گرامی الله ولی شما هست. و آن کسانی که ایمان آوردند هم ولی شما، دوست شما هستند. محل موالات الله، رسول و الذین آمنوا. کدوم مومن و منافق که هم کلمه میخوانه؟ فرمود الذین یقیمون الصلاة، اون مومن هایی که مقیم نماز هستند، اقامه کننده نمازند. و یؤتون الزکات، و اون مومنینی که پرداخت میکنن زکات را. اون وظیفه تعظیم الهی است. اینجا هم شفقت بر خلق خدا دارند. زکات میدن یعنی مال انفاق میکنن در راه خدا. لیکن این عبادت، این 2 شعبه بزرگ سعادت را انجام میدن. مغرور هم نیستند و نمی نازند و افتخار هم نمی کنند. و هم راکعون، در حالی که بسیار خشوع و خضوع دارند. راکعون به معنی خاشعون.
نه از نمازهای طویل و عریض خود فخر و ناز می کنند و نه از پرداخت زکات می بالند، بلکه خاشعون، در حالی که بسیار خشوع و خضوع دارند برای خدای عزوجل. تکبر ندارند، غرور ندارند و هم راکعون. و بعد برکات این ولایت الله، محبت با خدا، محبت با رسول خدا، محبت با مؤمنین، ثمرش چیه؟ برکات چیه؟ ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا، اونهایی که محبت دارن با خدا و رسول و آن کسانی که ایمان آوردن، اینها حزب الله هستن. اینها چیه؟ حزب الله. فإن حزب الله هم الغالبون. حزبهای الهی غالبا در نتیجه کار، در انجام کار، در عاقبت کار حزب خدا غالبه. انبیاء حزب خدا بودن، در آخر غلبه از آن انبیاء نشد. دشمنان انبیاء را یکی بعد از دیگری الله تعالی مارپیش نکرد در تاریخ بشر. اینها حزب الله و حزب الله غالب نتیجه کار از آن حزب الله. سروران گرامی، این آیه معروف به آیه ولایت هست نزد تشیع. نزد تشیع این آیه را میخوانند و دهن آنها و کلم آنها پر از آب و پر از رنگ میشه که آیه ولایت، درباره ولایت حضرت علی، درباره خلافت حضرت علی، انصافا این آیات ملکوتی رب العالمین از ما قبل تا ما بعد این آیات چه ارتباطی به حضرت علی دارد؟ بله، حضرت علی یک اعضای مومنین هست، یک عضوی از اسکلت بزرگ مومنین حضرت علیه، حضرت حسن، حضرت حسین، فاطمه الزهرا. اللہ تعالی از سر رکوع گرفته یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. باز فرمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. هیچ ضرری بر خدا نیست. چرا؟ اللہ تعالی پوری یک قومی میارد روی کار که محبوب خدا هستند و محب خدا هستند. این صفات علی را برای آنها بیان کرد. نهی از محبت یهود و نصارا جلوگیری کردیان. نه، اکنون اللہ تعالی محل محبت را برای مؤمنین بیان کرد. که ولی شما الله رسول الله است و مؤمنینی که دو صفت دارند، هم خدا را تعظیم میکنن یقیمون الصلاة و هم بر خلق خدا شفقت دارن یؤتون الزکات. دو شعبه سعادت که یکی تعظیم الهی است و یکی شفقت علی الخلق و از این عبادت غایه جانی و مالی غرور ندارن، در حالی که راکعون و خاشعون لله و هم راکعون. اینها رفتند و روایتی ساختند در طول تاریخ و درست کردند و حتی در خور سنی ها هم دادند که حضرت علی داشت نماز میخواند، سائلی آمد بده به نام خدا، حضرت در حال رکوع انگشتر را در آورد و بابا حضرت علی نماز میخواند مثل من و شما فکرش به این و آنه یا او در محضر خدایه. و موقع نماز حضرت علی حالتش دیگرگون میشد و حضرت علی در عالم معرفت خدا و در محضر خدا و در اون معارف عظیم الهی چنان غرق شد که حضرت علی از این دنیا انقطاع میشد. نماز حضرت علی
مگر مثل نماز من تو هست که یک طرف نماز هم بخوانیم یک طرف هم توی مغازه باشیم، یک سر ما توی نماز یک سر ما خدا بدانه کجای، جسم ما در نماز و فکر ما در خراسانه، فکر ما در تهرانه، فکر ما در مشهد و در مکه و مدینه داریم بازارهای اونجا را میگردیم. حضرت علی همینطور نماز میخواند که دیگه حالا گدارا در نماز انگشتری داد و شما چرا در نماز انگشتری نمیدید؟ بدی ما حافظی داری فریاد میزد بیشتر این حافظ ما را بدید در نماز. چقدر شما زکات در نماز پرداخت میکنید؟ مگر حضرت علی سرمایه‌داری بود که مالک نصاب باشد. چقدر طلا داشت که انگشتری نصاب اون باشه. و حضرت علی یک نفر است. باید قرآن عظیم شا انما ولیکم الله و رسوله هو الذی آمنا والذی آمنا الذي اقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع وهو راكع. یک نفر باید کلمات عربی همین طور باشه. چرا اللہ تعالی میگه الذين يقيمون الصلاة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة؟ مومن واقعی را از منافق جدا کرد. کلمات جمع بکار بود. اگر عزت و احترام بود پس اونجا باید انما ولیکم الله و رسوله. چرا رسوله را مفرد آورد؟ ولی شما الله هست و رسول هست. ولی خب دوست شما الله هم باشه. مصداق الذین آمنوا علی، دوست ما علیه، مگر ما با علی دوستی نداری. لیکن معنی ولی خلیفه بلا فصل از کجای؟ ولی به معنی خلیفه بلا فصل تو از کجا در آوردی؟ بله حضرت علی هم دوست ما ہے. مخاطب ولیکم کیه؟ و مخاطب ولیکم انما ولیکم، ولی شما یعنی المؤمنین ابو بکر و عمر و عثمان. و ابو بکر و عمر و عثمان ولی شما الله، دوست شما الله است. شما که خلیفه رسول الله و شما که زماندار مؤمنینی، شما با یهود و نصارا محبت نکنید. ولی شما الله است و رسول الله است و حضرت علی است. بس محبت خدا و رسول و حضرت علی برای شما. ولیکم من خلیفه شما، خلیفه بلا فصل شما، جانشین شما. یعنی حالا من ولیکم امین مانا نمیکنم، چیزی دیگر نمیگم. و انما ولیکم یعنی جانشین شما مؤمنین مهاجرین و انصار و زمانداران مهاجرین و انصار. حالا اگر شما میگی ولیکم به معنی خلیفه بلا فصل، پس ولی شما خلیفه بلا فصل شما خدا است، خلیفه بلا فصل شما رسول الله. خب شما میگید ولی به معنی حاکم، ها همین معنی رو میکنم. ولی شما یعنی حاکم شما الله است، حاکم شما رسول الله است، حاکم شما حضرت علی است. الذين آمنوا دیگه حضرت علی بشه نه؟ حاکم شما حضرت علی است. حضرت علی کی حاکمی بود، قاضی قضایا را حامی کرد. حاکم شرع شما حضرت علی هم حاکم نبود. ابو الحکم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قاضی بود، قضاوت میکرد. در یک معرکه حضرت عمر ایک چیزی گفت نه اینطوره، گفت خوبه لولا علی الله لک عمر. علی کا واقعا طوری قاضی دانای نمی بود.
قضاوت میکرد. در زمان 3 خلیفه حضرت علی قاضی بود. دلیل در مدینه منوره مقر بود. با مشوره و با قضایا را حل میکرد. حتی در دنیا ضرب المثل شد قضیتون لا ابا حسن لها. این قضیه یک ابوالحسن میخواهد که بتواند این معرکه مشکل را حل کند، قضاوت کنه. یعنی او که حاکم بود. چه حاکمی؟ حاکم قاضی بود، حاکم شر. یعنی که حاکم شر، حضرت علی حاکم شر بود. چنان حکمیت کرد که همه را سر هیچ نزاعی نشد. تمام قضایای مسلمین را حل میکرد. باشه همونطوری که شما میگید، باز به ضرر ما نیست. لیکن سروران گرامی، ولی به کرینه لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ولی جمعش اولیاء، این به معنای دوست. شما محبت کنید با خدا، ولی شما دوست شما الله هست که خدا فرمود یحبهم و یحبونه. محلی که شما باید محبت کنید او با الله محبت داشته باشید. با الله محبت، والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمنین محبتش به خدا از همه چیز سنگین‌تره. با رسول الله و با مؤمنین موالات شما، محبت شما، دوستی شما. خب حضرت علی شما میگید مستاق والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. حضرت علی مستاقین الذین آمنوا است. بله. خب حضرت علی چه غلبه ای داشت؟ به قول شما تناب به گلویش بود، به زور از او بیعت گرفتن و به قول شما زنش را ضربه زدند و شهید کردند. به قول شما بچه هایش که حضرت امام حسین باشد، حضرت امام حسن باشد، اینا را کجا؟ حضرت امام حسین سم دادن و شهید کردن به زعم شما. و امام حسین با تمام یارانش در میدان کربلا شهید کردن، زن و بچه هایش اسیر کردن. اینا غلبشون کجا بود؟ اللہ تعالی میگه حزب الله غالبا. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا حضرت علیه. تو فإن حزب الله هم الغالبون. شما حضرت علی را از خلفای راشدین، از مهاجرین و انصار جدا کنید و عداوت بین اینها و مهاجرین و انصار، بالخصوص بین خلفای ثلاثه شما عداوت ثابت کنید که معنی همینه. حضرت علی با آنها نبوده و حضرت علی از آنها جدا بوده. تو خوب حضرت علی حزب الله هست، در این هم شکی که ندارید. حزب الله غالبه. پس غلبه حضرت علی چی بود؟ خلافتش را بردن 25 سال. او مرزوی به قول شما خانه نشین بود و فاطمه و زهرا را اهلیش را ضربه زدند و شهید کردند. محراب رسول الله، ارتش رسول الله، مسجد رسول الله، تمام کارهایی که رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم در حیات بر آنها ولایت داشت، تمام این کارها را جانشینی کردن ستا. پس غلبه حضرت علی در چی بود؟ برای من بگید. از یک طرف میگی ریسمان بگلو، درش میزنن، زنش شهید میکنن و منوبت به حسنین میرسه، یکی بعد از دیگری شهیدن، اسیرن. شهید و اسیر را غالب میدن. نکنید جدا حضرت علی را از مهاجرین و انصار، از خلفای ثلاثه که مستاق آیه همه هستند. اللہ تعالی گو مومنین اولیاء شما، دوست شما الله هست، رسول الله هست، مومنین هست.
این مؤمنین مخلصین ما اینها محبت کنیم. تو بله محبت کردن، حزب الله غالب شدن، در تمام دنیا غالب شدن، بر اون فتنه های داخل جزیره العرب غلبه کردن، بر ایران و روم غلبه کردن، در شرق و در غرب غلبه کردن. جز حکومت اسلامی در دنیا چه قدرتی بود در برابر اسلام نفس بکشه؟ غالب بودن، بر ایران غلبه کردن، بر روم غلبه کردن، بر مصر غلبه کردن، بر افریقا و اروپا غلبه کردن. ان حزب الله هم الغالبون بودن. یا ایها الذین آمنوا، این روایت هرگز تفسیر این قرآن نیست، اگر که سنی هم نقلش کرده باشه. چرا این روایت اولا سند نداره و در اینجا با قرآن هیچ تطبیقی نداره. قرآن کلمات جمع به کار میبره. حضرت علی مگر جمعی بود؟ بله، حضرت علی، صحابه، اینها مصداق این آیه هست. حضرت علی را جدا نکنی، بله حضرت علی مجاهد است، حضرت علی از ملامتی هیچ ملامت کننده حراس ندارد. و اگر اینها غاصب می بودند، خلفای ثلاثه و نعوذ بالله حق کش می بودند و نافرمان خدا و رسول می بودند، حضرت علی چرا با آنها مدارات می کرد؟ حالانکه قرآن گفته مومن با دشمن خدا و رسول هرگز دست برادری نمیده. چقدر محبت کرد حضرت علی. پشت سر آنها نماز خواند 25-24 سال تمام، جمعه و عیدین و نمازهای خمسه را در مسجد النبی پشت سر صدیق اکبر ادا کرد، بعد پشت سر حضرت عمر ادا کرد. اینها امام وقت بودن، در مسجد النبی هم امامت می کردن. و برای نماز کی می آمد در مسجد النبی؟ و چه کسی وقتی درباره انتخاب امیر مهاجرین و انصار در دارالندوه با هم مشوره داشتن و حضرت ابوبکر صدیق را خلیفه تعیین کردن، حضرت علی استدلال کرد، گفت کسی را که پیغمبر در مهمترین امر ما امام و پیشوا تعیین کرده است، وقتی رسول پاک صلی الله علیه وسلم مریض بود و تواناییش ایجاب نمی کرد تا به محراب بیاید، 3 مرتبه دستور نداد که مرو ابابکر فلیصلی بالناس، برید ابوبکر بگید مردم را نماز بدن. مثل مادر عایشه مطرح کرد که ابوبکر صدیق در جای شما بیسته برای نماز و شما سر رخت خواب مریضی باشید، این تحمل را نمیتونه داشته باشه. شما بگید که حضرت عمر نماز بده، قوی‌تره. حضرت صدیق، حضرت پیغمبر اسلام آخر ناراحت شدن، انتن صواحب یوسف کو مرو ابابکر فلیصلی بالناس. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. آیات ما قبل و ما بعدش نبا ولایت حضرت علی کاری دارد و نبا ریاست حضرت علی کاری دارد. کلام رب العالمین روی سخن با یهود و نصارا. 2 مرتبه آمد خطاب یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا. قرار ندهید آن کسانی را که اتخاذ کردن دین شما را مسخره و لعبا، یک بازیچه از آنهایی که اهل کتاب داده شدن قبل از شما، و کفارا اولیاء، دوست اینها را قرار ندید. اینها دین شما را مسخره میکنن، اینها دین شما را استهزا میکنن، دین شما را بازیچه میدانند. اینها از اون ملاهایی که کتاب داده شدن قبل از شما و کفار را عموما اینها را اولیاء قرار ندید. وقتی اینها از آن را به استهزا میکردن، سوره های قرآن مجید را بقره چطوره؟ بقره گاو مسخره کردن. گاو چطوره؟ گاو خاندی
به مسخره میکرد. نسا را چیکار کرد؟ اذان وقتی شروع میشد اینا شروع میکردن به خندیدن و مسخره کردن. مؤذنش نگاه کن، اشهد ان لا اله میگه، زبان حضرت بلال شین را نمیتونه صدا کنه، اشهد ببینی از مؤذنش نگاه کن. الله تعالی میگه این اوتل کتاب که دین شما را استهزا میکنن و بازیچه قرار دادن و کفار را اولیاء قرار ندید. ببینید تکرار شد یا نه؟ اول رکوع هم گفت یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. آخر در اول این رکوع بعدی هم گفت یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. اینا کیا هستند؟ یهود و نصاران. من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وخصوصا والكفار. کفار را دیگه اولیاء قرار ندید، دوستان صمیمی قرار ندهید. واتقوا الله، او مؤمنین از خدا بترسید، ترک موالات کنید با کفار. ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمنید تقاضا ایمان اینه که با دشمنان خدا دست برادری ندهید. اگر ابوبکر و عمر و عثمان، طلحه و زبیر اینها دشمنان خدا و رسول می بودن و نعوذ بالله مرتد می بودن، حضرت علی اجازه داشت با اینها دوستی کنه؟ چه دوستی؟ پشت سرشون نماز بخوانه. چه دوستی؟ دختر به ازدواج آنها بده. چه دوستی؟ در قضایای آنها، در کارهای آنها مشیر باشه. مشیر نبود. حضرت عمر مشوره نداد. وقتی حضرت عمر گفت که مشوره گرفت، در کمیسیون مشوره حضرت علی بود که من میخواهم خودم وارد غزوه در جنگ ایران بشم، گفت نه. حضرت علی گفت نه، شما برای این امت حیثیت این نخ را دارید که مهرهای تصویح کشیدم بود. اگر نخ کنده بشه همه مهرها و همه دانه ها از هم می پاشند. شما حیثیت مرکز آسیایی، صحابه اون سنگ آسیا هستند و شما حیثیت اون مرکز را دارید. این سنگ آسیا دوربر مرکز میگرده. شما برید دشمن متوجه میشه شما مهره اصلی مسلمینی، تمام قدرت را بر علیهش، برای نابودی شما اعمال میکنه، برای شما کار سخت‌تر میشه. خدا وعده کرده شما را نصرت میکند، شما صبر کنید. همون لشکری که می جنگد با ایرانی ها خدا اون رو فائز میکنه. اجازه نداد، اصلت نیست شما برید برای جنگ. خود حضرت علی هم اعزام نشده بود به ایران. حضرت علی از اولوالامر اونجا بود، فرمان صادر میکردن، مشوره میکردن، لشکر تجهیز میکردن، تجهیزات نظامی را رو به راه میکردن. این لشکر خسته، لشکر جدیدی بره، فرمانده ها تعویض میشن. اگر ابوبکر و عمر و عثمان، شما نمیدانید که خطاب یا ایها الذین آمنو مگر حضرت علی نیست؟ کسی که پابند دین نیست و دین را استهزا میکند. اگر حضرت ابوبکر و عمر و عثمان در دیدگاه حضرت علی نافرمان خدا و رسول می بودن، برای حضرت علی جایز است که با آنها محبت کنه؟ چه محبتی بالاتر از این که پشت سر آنها نماز میخواند؟ هم حسن نماز نمیخواندن در مسجد النبی پشت سر ابوبکر و عمر و عثمان. خب در زمان حضرت ابوبکر کوچک بودن، لیکن در زمان آخر خلافت حضرت عمر بزرگ نشده بودن، جوانهای 20 ساله 18 ساله. و در زمان حضرت عثمان کاملا مرد میدان بودن، نبودن، نماز نخواندن. اگر شما میگید حضرت علی و حسن و حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین
پشت سر 3 خلیفه قبل نماز نخواندن، هاتو برهانکم، بیاری دلائل خود را. این آیات اجازه میدن با مخالف خدا و رسول کسی مدارات کنه؟ خب کسی سکوت کنه؟ آیه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والکفار. خب اینها اوتوا الکتاب نیستن لیکن نظام شما کافرن، مرتدن، اولیاء قرار ندهید، ولی امر خود قرار ندهید. حضرت علی اینا را ولی امر خود قرار داده بود. همون معنی که شما هم برای ولی بکنید. و کسی که در نماز جلوه ولی امر اون نماز گزاران نیست، ها همه از او اطاعت نمی کنن. تا امام نگه الله اکبر، مقتدی هر که باشه میگه الله اکبر. تا امام نگه سمی الله لمن حمده سر بلند کنه، کسی سر بلند میکنه. و آنها امام را ولی نماز خود قرار نداده. حضرت علی اینها را ولی نماز خود قرار داده بود، پشت سر آنها اقتدا میکرد، جمعه و عیدان و نمازهای خمسه میخواند. اگر شما میگی که حضرت علی در خانه خودش نمازهای پنجگانه را میخواند و جماعت جداگانه یا در مسجد جداگانه، هاتو برهانکم، بیاری برای ما دلیل بدی. جمعه غیر از جمعه ابوبکر و عمر و عثمان میخواند و بیاری دلائل. عیدانی غیر از عیدان ابوبکر و عمر و عثمان میخواند، هاتو برهانکم، دلیل بیاری. و آیه به مؤمنین میگه شما با دشمنان خدا، با کفار، با یهود و نصارا که دین شما را استهزا و مسخره میکنن، با منافقین، و منافق مستهزئ نبودن، نگفت انما نحن مستهزئون. و اگر حضرت ابوبکر و عمر و عثمان نعوذ بالله نقل کفر نباشد، اینها منافق می بودن، اینها مستهزئ به دین نیستن. شاید اینها منافق بودن، کلمه منافقانه می خواندن. بله سروران گرامی، الله سبحانه و تعالی میگه اینها به دین شما را استهزا میکنن، دین شما را بازیچه قرار دادن. الذين اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. اینها چه کسانی از یهود از آنها کتاب دادشتن قبل از شما، کفار را اولیاء نگیرید، از خدا بترسید. اینها اگر مخالف فرمان خدا و رسول می بودن، اینها غاصب می بودن، حق صاحبان حق را غصب می کردن. این همه عزت خدا چرا به اینها داد؟ این همه فتوحات، این همه کفرستانه ها را دارالاسلام خدا کرد، به رهبری و زمامداری مسلمین را. و یک رهبر و یک زمامدار برای یک ملت نقش بزرگی دارد یا کوچکی دارد؟ این ملت مسلمان بود این کارها را. هر جا میگه مسلمان ها اینطور کردن، مسلمان ها اینطور کردن، ولی شما و رهبران شما هستن که اینطور میکنن. رهبر در یک ملت نقش اساسی را بازی میکنن. ها و رهبر مسلمین کی بودن بعد از رسول پاک صلی الله علیه و سلم؟ 25 سال، 2 سال و 3 ماه، 10 سال و 12 سال، چقدر میشن؟ 24 سال و چند ماه زمان مسلمین تا، یعنی کمتر از 25 سال اینها اسلام را جهانگیر کردند و پرچم اسلام را بر قلعه‌های کفر مجوسی و یهود و نصارا اینها به اهتزاز در آوردن یا نه آوردن؟ اینها حزب الله بودن. فإن حزب الله هم الغالبون.
و اذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا. خصوصا اینها اذان شما را مسخره میکنند. اگه شما ندا میدید به نماز قرار میدن اون نماز را استهزاء و تمسخر. ذالک این استهزاء شاعر اسلام به سبب اینه که اینها قومی هستند که دیگه از عقل رفتن پایین شدن. لا یعقلون. قل بگو بینها ای پیغمبر یا اهل الکتاب شما چی انتقامی میگیرید از ما؟ شما انتقام نمیگیرید از ما مگر انتقام آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل. شما انتقام این را که ما ایمان بالله آوردیم، ایمان به اون کتابی آوردیم که نازل کرده شده به جانب ما و به اون کتابی که نازل شده قبل از کتاب ما، شما انتقام ایمان را از ما میگیرید؟ ما ایمان داریم به الله، ایمان داریم به ما انزل الینا، ایمان داریم به ما انزل من قبل و ان اکثرکم فاسقون. این و ان این مفعول بهیه. وعلمو بعد از یقینا بدانید که اکثر شما فاسقید، نه بر تورات آمنید نه بر قرآن آمنید، نه بر تورات ایمان درستی دارید و نه بر قرآن. قل بگو هل انبئکم بشر. شان نزول آیه را بیان کنید. اینها گفتن دینی بدتر از دین محمد ما در دنیا سراغ نداریم. بدترین دین همین کسی که خود را نبی میگه. الله تعالی گفت بیا بی ایمان، دین من بدتره یا دینی که شما داشت. قل بگو آیا من خبر کنم شما را، من پیغمبر شما را خبر کنم بدین شر من ذالک. و شر فیزه صفت و مولویان موصوفش محذوفه. آیا من شما را خبر کنم بدینی که بدتر از دینی این مسلمان ها باشد از نظر جزا نزد خدا؟ دین من لعنه الله، دین کسانی که خدا آنها را لعنت کرده و خدا بر آنها غضب کرده، و دین کسانی که خدا آنها را قرار داده است میمون و خنزیر، و دین کسانی که پرستش کردن طاغوت را، اونجا مکه رفتن و طاغوت را سجده کردن، عبادت کردن. دین اینها بدترین دینه. یهود لعنت شدن، حضرت داود نفرین کرد یهود را، خنزیر شدن. عیسی علیه السلام اینا را نفرین کرد، اینها خنازیر شدن، میمون خنزیر شدن، خوک شدن. و حضرت داود وقتی اینا را نفرین کرد اینها میمون شدن. بله دین اسلام این موازنه مقابله. بگو بی اینها من شما را خبر بکنم بدینی بدتر از دین مسلمان ها از نظر جزا نزد خدا. ها من لعنه الله، اینجا دین را مقدر کنی. دین کسی که خدا او را لعنت کرده، خدا بر آنها غضب کرده و خدا آنها را قرار داده است کرده و خنازیر، و دین کسی که عبادت کرده طاغوت ها را، اولئک شر مکانا، اینها بدترین از نظر مکان در جهنم و گمراه ترند از سواء السبیل، از راه مستقیم اینها گمراه ترند. و اذا جاءوکم، زجر برای منافقین، وقتی می آیند به محضر شما این منافقان یهود و نصارا، تو قالوا با زبان میگه آمنا، ما ایمان آوردیم، ما ایمان آوردیم، آمنا، ما را مومن حساب کنید، ما را هم یه فرقه مومن حساب بکنید از فرقه های مختلف مومنی. میان آمنا قد دخلوا بالکفر. الله تعالی میگه با کفر در محضر پرفیض و در مجلس پر از ایمان پیغمبر اینها وارد شدن با کفر و هم قد خرجوا به، و با همان کفر از این محضری که محضر ایمان بود با کفر خارج شدن. الله میداند آنچه که اینها کتمان میکنند. اینها با بغض پیغمبر آمدند و با گفتن آمنا آبروی خود را حفظ کردند و با بغض پیغمبر بیرون رفتند.
آمدن ایمان نداشتن، بیرون رفتن هم ایمان نداشتن. و ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم، خیلی خبیثن. تو میبینی بسیاری را از عوام یهود که با سرعت تمام میروند توی گناه، یعنی نظرهای غیر الله را میدن. لبئس ما كانوا يعملون، خیلی عمل بدی میکنن. مراد از یسارعون فی الإثم یعنی همش نظر غیر الله میخورن، عدوان در تجاوز و ظلم حق کشی میکنن و در خوردن آنها مسارعت میکنن فی اکلهم السحت، یعنی در خوردن حرام، در خوردن نظرهای غیر الله از دیگر سرعت میکنن. او میگه که دربار عزیر که من کلیددارش هستم پرتر از طول بشه. مسارعت میکنن در خوردن آنها حرام خواری میکنن، در حرام خواری و رشوت ستانی و نظرهای غیر الله از دیگر مسارعت میگیرن. یسارعون فی الإثم یسارعون فی اکلهم السحت لبئس ما كانوا یعملون، خیلی عمل بدی اینها انجام میدن. اکنون این ملاهاشون عوامشون اینطوره، ملاها سکوتن، میدانن ندای غیر الله کفر، میدانن نظر غیر الله کفر، لیکن سکوت میدن. این نقشه را دارد میکشه، گوی که می الان این قرآن خدا ذاتمند دارد. چرا این ربانیون و احبار از سخن گناه که ندای غیر الله است یا میگن عزیر ابن الله است میدانن که کافر میشن، اینا میگن عیسی ابن الله است میدانن که کافر میشن و عوام میگه ابن الله اینها سکوت میکنن. از کلمات کفری مثل عزیر ابن الله، مثل المسیح ابن الله، چرا این احبار و رهبان اینا را جلوگیری نمیکنن؟ حالا چقدر از ندای غیر الله که کفر جلوگیری نمیکنن؟ چرا از خوردن مال حرام اینها را جلوگیری نمیکنن که نظرهای غیر الله را میخورن؟ همه نظر میخورن و میدانن نظر غیر الله حرامه، احبار میدانن، به خدا رهبان میدانن و اینها برید نگاه کنید، مگه اینها که این قرآن را مطالعه میکنن نمیدانن؟ چرا؟ او مولوی ها این آیه هم مارا داشت شامی کلمات کفری مردم بکار میبرن، ما هیچ چی نمی. چرا جلوگیری نمی کنند اینها را الربانیون، درویشها، پیرها والاحبار، مفتیان الزام، مراجع تقلید از سخن گناه آنها؟ بزرگترین سخن گناه عزیر ابن الله میگن، المسیح ابن الله میگن، ندا میکنن غیر الله را، این سخن اسم هست. و از خوردن حرام و از رشوت گرفتن چرا جلوگیری نمی کنن؟ همه رشوت میگیرن، مگر اینها نمیبینن؟ ها مگر رشوت خاران را نمی؟ شما دیدید یک ماموری رو به خاطر رشوت خاری مجازات کنن؟ ها این همه رشوت خاری، این همه رشوت ستانی، چرا جلوگیری نمی کنن ان اکلهم السحت؟ لبئس ما کانوا یکسبون، خیلی بد میکنن این ربانیون و احبار. اکنون اگر کسی از گناه جلوگیری نکند لبئس ما کانوا یصنعون لولا ینهاهم الربانیون، چرا این ربانیین، پیرها، این درویشها، این ملنگها مردم گناه میکنن چی نمیگه؟ بس شیء همینها را نمیکنه.
مردم به آیین دینی اسلامی، تعلیمات دینی اسلامی هیچ توجه نمی کنند. باز درش جای نداره. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم العیب و اکلهم السحت لبئس ما كانوا یصنعون. کلمات کفری شرکی غوث آزم صدا میزنه. اونا راحتید که من گفت غوثا را صدا نزنه. این نست توحید گلدریه. گلدر را حق نمیتونه. گلدر را شما میدن یک بوته اینقدر تلخه خطرناکترین میکروب های اسهال را از بین میبره. فقط دور روزن میکروب میره و این تلخی که انسان میخوره یا این کپسول که پر از دوای تلخ تمام این میکروب ها را میکشه. بعد معده میشود سالم. هر چی بخوری هضم میکنه دوست. وقتی خدای عزوجل گفت که شما برای خدا بدهید تا خدا شما را بده، انفاق کنید. ام الانس یک زیارتگاهی بود. اینجا اینا رفتن اونجا نظری کشتن، باران آمد. این خبیثا گفتن دست خدا بسته است، تا چیزی ندیم نمیدهد. اللہ تعالی کو لعنتی ها. قالت الیهود ید الله مغلولا. دست خدا بسته شدن یعنی انفاق نمی کند. اللہ تعالی از این کلمه خیلی ناراحت شد. من جمله گناه اسم آنها همین بود سروران گرامی که گفته ید الله مغلولا. این ملا شنیدن که این کلمه کفری را اینها گفتن دیگه هیچی نکردن. امروز هم خیلی عوام ساده میخنده شوخی میکنه کلمه کفر از ذهنش در میاد. والله هیچ چیز نیست. این لعنتی ها گفته ید الله مغلوله، دست خدا بسته شده است، انفاق نمی کنه. باید ما یک چیزی بدیم تا بده. اللہ تعالی فرمود غلت ایدیهم، دست این لعنتی ها بسته شده اند. ولعنوا بما قالوا، اینها لعنت کرده شدن به مقابل این کلمه که گفتن لعنتی ها ید الله مغلولا. لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان. دستهای جود الهی بازن، چقدر جود دارد به جهانیان، چقدر عطا دارد. ینفق کیف یشاء. این دستهای جود الهی بازن، مطابق مشیت صرف و انفاق می کند. از هیچ خر یهودی سال نمی کند. کجا چقدر به چه کسی چه مقدار بدهم. ینفقو کیف یشاء. این لعنتی ها را نگاه کن، اللہ تعالی را اهانت کردن. ید الله مغلوله گفتن. لعنوا بما قالوا. اینها هم همینطور کلمات کفری از ذهنشون در میاد. شما متوجه نیستی اینقدر کلمه کفری از ذهن این کتیبه ها در می آید که اونهایی که قرآن میدانن میفهمند. خب این قرآن چه تأثیری گذاشته در اینها؟ میگه تأثیر اینها قرآن کفر و طغیان اینها را روز افزون میکنه. به خدا قسم اضافه میکند بسیاری را از اینها
ما انزل الیک، اون قرآنی کی به جانب شما نازل کرده شده است از جانب رب، طغیانا و کفرا. همین الان همینا که تا ایمان و اسلام میزنن آیات قرآنی کفر اینها را اضافه میکنن. اینها میشنوند و نمیپذیرند و خوششون نمیاد از آیات قرآنی. چرا اگر تعریف میکردن که حضرت علی چطوری علیه بلیه خیلی جود داره، یحبون یحمدوا بما لم یفعلوا، خیلی دوست دارن مردم تعریف کنن. قرآن تأثیر بزرگی داره، لیکن باید در برابر آیات قرآنی همه تسلیم. یک ذره انانیت دیگه قرآن این کار میکنه. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. به خدا قسم اضافه میکنند برای بسیاری از این لعنتی ها آن کتابی که نازل کرده شده به جانب شما از رب شما، سرکشی و کفر آنها را روز افزون میکند. هر آیه خوانده میشه اینها انکار میکنن، کفر اینها اضافه میشه. هر آیه نازل میشه اینا بینو کفر اینها بیشتر میشه. و آیات توحید، آیات رسالت مؤمن را ماشاءالله ایمانش میبره بالا، منافق بی ایمان میسوزه. نتیجه اینهانتا کفرها طغیان این القینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه، ما القا کردیم بین اینا دشمنی و بغض تا روز قیامت. هر زمان اینا روشن کنه آتشی برای جنگ مسلمین، اطفاء الله، خدا خاموشش میکنه، خدا خاموشش. اینا روشن میکنن لیکن خاموش میکنن. ها آتش جنگ را شوروی روشن کرد، خدا خاموشش کرد. حالا نوبت بین های نام خدا خاموش میکنه، رات نباشه. و یسعون فی الارض فسادا، اینا سعی دارن در زمین خوب فساد کنن، خوب تاخت و تاز کنن. والله لا يحب المفسدين، خدا مفسدین را دوست ندارد، یعنی جزاشون میده، لذا به موقع اینها را مجازات میکنه. ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم، که خدای بی‌نیازی ترغیب برای اهل کتاب و ذکر برکات داره. اگر اهل کتاب ایمان بیارن همانطوری که تقاضای ایمان و از خدا بترسن، ثمره اول لکفرنا عنهم سیئاتهم، من گناههای گذشته‌آنها را معاف می‌کنم. و دیگه ثمره دوم ولا ادخلناهم جنات النعیم. این قرآن هست، خدای گاهی تهدید گاهی ترغیب. اگر این اهل کتاب ایمان بیارن با آنها برخوردی میشه با مؤمنین دیگر شده. اینها عناد نکنن، برگردن ایمان بیارن. ولو انهم اقاموا التوراة، اگر اینها تورات را اقامت کنن، انجیل را و ما انزل الیهم را از جانب رب، تو لأکلوا من فوقهم، اینها میخورن. مولوی ها گوش کنید، نسخه شما پولداری میخواید، مالداری میخواید، راحتی میخواید، این نسخه. ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم، از بالا هم میریزم و من تحت ارجلهم، از زیر و پا. یعنی من خدا هر که احکام الهی را اجرا کند بهشون میده، هم از بالای سر هم از زیر پا. باران از بالای سر از زیر پا انواع و اقسام میده. منهم مقتصدون، بعضی از این اهل کتاب میان راه هستند، یعنی بر صراط مستقیم میرن، موحدن. و کثیر منهم ساء ما یعملون، بسیار از اینها خیلی بدن آنچه که انجام میدن. باز آمد آیت ولایت، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای رسول. و دو خطاب به مؤمنین بود، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین. ها دیگه خطابی که نبود، دیگه خطابی بود، دو خطاب به مؤمنین. مؤمن
با کافرها همکار نباش. یار و رفیق بود دیگه خطابی. دو خطاب به مؤمنین: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم. دو تا خطاب به مؤمنین، این خطاب به رسول، و دو خطاب به شاگردها، به مریدها، به مقتدیها، به رعیت. این خطاب به امام، این خطاب به استاد کل، این خطاب به حاکم، به ولی امر. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. او رسول، او حاکم، استاد کل، امام کل، بلغ ما انزل الیک، ابلاغ کن آن چرا که نازل کرده میشد به جانبشون، از جانب ربشون. و اگر نکردی به فرض محال تو فما بلغت رسالت، تو تبلیغ نکردی، ابلاغ نکردی رسالت ربت را. خطره، نترس، والله یعصمک من الناس. ما انزل را تبلیغ کن، از هیچ کس احساس خطر نکن. الله تعالی شما را حفاظت میکند از مردم. الله تعالی لا یهدی القوم الکافرین، کافرها را به مقصد نمیرسد. اگر ابوبکر و عمر کافر می بودند این همه فتوحات را نصیب آنها میکرد و بعد از همه کنار جسد مطهر رسول الله بینها مدفن میرسید و کنار جسد رسول الله بینها قبر نصیب میشد. این آیه واجهان آیه تبلیغ ولایت است. باب تاب میگه که وقتی اعلان ولایت علی جان میشد، پیغمبر علیه السلام فکر میکرد که اگر من ولایت علی را اعلان کنم اعتراض میشه. آخرین سوره است که نازل شده در حجۃ الوداع، روز 9 عصر روز 9 روز عرفه، آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نازل شد. یهودی گفت در قرآن شما آیه هست، اگر این بر ما نازل میشد ما اون آیه را جشن میگرفتیم. کمی الیوم اکملت لکم دینکم. سیدنا عمر گفت من میدانم این آیه کجا نازل شده، چه روزی نازل شده، لیکن بله ما خرافاتی نیستیم، هم زمانش را هم مکان نزولش را من میدانم. دیروز بود عرض کردم که میگه اون آیه با این آیه متصل بوده. با اعلان ولایت علی دین شما را کامل کرد. اونجا هم اضافه میکنم اکملت لکم دینکم به ولایت علی. برید بگردید هر شیعه مفسر میگه به ولایت علی. کجای لفظ ولایت علی آقا؟ اکملت لکم دینکم به ولایت علی. کجای لفظ به ولایت علی؟ کجای؟ بعضی از جایی جرأت کردن بابا تغییر کلماتی که در شان علی بودن دور کردن، به هم زدن. کتابی به نام فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب اینها نوشته کردن، غیر از چند نفر همه میگن قرآن تغییر دادن و تا جایی میگن قرآنی که حضرت علی نوشته با این قرآن زمین تا آسمان فرق دارد. کجا این قرآن با ائمه بود یکی بعد از دیگری و به هیچ کس نشان هم ندادن
حالا کجای آخر قرآن؟ اون قرآن حضرت علی کجای؟ با ائمه بود یکی بعد از دیگری و به هیچ کس نشان نداده. پس الان کجای؟ خب اونه که هنوز زنده و میگرده خود را نشانم نمیده؟ مگر به خاصان نشان میده؟ به کلینی نشان داد، کتاب کلینی را گفت کافی لشیعتنا، نام کتاب کلینی کافی شد، روزه کافی، فروع کافی. این آیه را هم میگویند بابا اون آیه اینجا بود، من گفتم تفسیر نمونه گفته. برید بگردید، همین الان برید مطالعه کنید، همونجا مطالعه کنید، ابتدای سوره مائده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی، فی ولایت علی. بابا فی ولایت علی معنی کدوم لفظه؟ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. معنی کدوم کلمه ولایت علیه؟ اینجا میبینی کلمه ولایت علی قرآن شما دارد؟ بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی. و لفظ ولایت علی را از کجا آوردی؟ ما قبل آیات که داری میخوانی، ما بعد آیات روی سخن باقی، روی سخن باقی با اهل کتاب نه یا اهل الكتاب لا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون ترى كثيرا منهم يصارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت. روی سخن با یهود و نصارا با اهل کتاب است. چطور این کلام زیبای رب العالمین بدون ربط و مناسبت در وسط آورد؟ بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی. چه مناسبتی دارد ما قبل و ما بعد؟ و کلام رب العالمین کلام با این همه که ادعای فصاحت بلاغت بیعیبی دارد میکند، این معیوب نیست. ما قبل آیه را نگاه کنید، قرآن میگه منهم امة مقتصده و کثیر منهم ساء ما یعملون. متصل نگاه کنید، ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم. و پشت سر آیه را نگاه کنید، پشت سر آیه قل یا اهل الكتاب. دعای متصل نگاه کنید، ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیهم من ربهم. و پشت سر قل یا اهل الكتاب. از نظر ربط و معنا این آیت چه کاری دارد با ولایت علی؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک لم آیاتك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. این آیه به ما قبل و به ما بعد اگر شما بگی در مورد ولایت علی است، ای پیغمبر برسانم که درباره ولایت علی ما انزل فی ولایت علی نترس از ابوبکر و عمر و عثمان والله یعصمک من الناس. شما به حضرت علی ارتباطش میدید، این آیه با ما قبل و ما بعد اصلا ارتباط نمیدید. ولایت علی را با اهل کتاب چکاره؟ یا بگید که اهل کتاب ابوبکر و عمر و عثمان. سروران گرامی، هیچ ارتباطی این آیه با ولایت علی، با ولایت ابوبکر و عمر، با ولایت هیچ احدی این آیه ارتباط ندارد، بلکه این آیه ارتباط با اهل کتاب دارد. چرا؟ پشت سر این آیه
فتواهای بسیار شدید را خودم میخواهد از زبان زیبای پیغمبر اجرا کند. الله تعالی فرمود آنچه من میگم مو به مو ابلاغ میکنم بدون کم. اگر کمی مدارات کردی پیام من ابلاغ نکرد. ملاحظه کردید، ملاها را ملاحظه کردید، صاحبان عبا و کبا و این مراجع تقلید یهود و نصارا را اگر ملاحظه کردی بدانی که پیام من ابلاغ نکرد. با عنوان آخرین مدرک فتواهای شدیدی را برای اینها ابلاغ میکنی به همین کلمه که من میگم. قل این خاطر الله تعالی خطر دارن اینها را اینقدر بگیم کافر لستم علی شیء فقد کفر الذین، اینها به ما ضرر وارد میکنه. الله تعالی گو ناراحت نباش والله یعصمک من الناس، از شر تمام این خسیسا، از شر جادوی اینها، از شر سحر اینها، از شرهای دیگری که برای تو اراده کردن، اینها از هر کانال بر رسول الله حمله نداشتن، حتی بر رسول الله جادو هم کردن و 2 سوره معوذتین برای ابطال جادوی یهودی ها آمدن. با موی رسول پاک صلی الله علیه و سلم گیر آورده بودن در کانالی، اینها جادو کردن بر رسول پاک صلی الله علیه و سلم و رسول علیه السلام ناراحت شدن. بعد خدای معوذتین را اینها را نازل کرد و پیغمبر خود را علاج کرد. خب پشت سر این فتوا را ابلاغ کنی همینطور. قل بگو پیغمبر سخنرانی تین امروز یا اهل کتاب و اهل کتاب لستم علی شیء، نیستی شما بر هیچ چیزی که ارزشی داشته باشد حتی که اقامه کنید تورات انجیل و ما انزل الیکم من ربکم را. قرآن فرمودین قد نادین ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک. و این هم به شما بگم با کمال میگم، یک سنی از صدر اسلام الی یومنا ندارای این اعتقاد بوده و نه هست که این آیه درباره ولایت علی نازل شده باشه. یک شرذمه کلیلی در دنیا خود را جاز دادن دخالان آیات را در برابر ولایت علی، هیچ ارتباط آیه با ولایت علی ندادن، هیچ لفظی نیست. یک بدبختی برای اینها گفت فی ولایت علی اینها تسکیدن، نه سیاق را نگاه کردن، نه سباق را نگاه کردن، نه ما قبل آیه را نگاه کردن، نه بعد آیه را نگاه کردن، هیچ. بله این آیه ارتباط دارد با مقام. آنچه من میگم بگو یا رسول بلغ ما انزل الیک، تمام ما انزل الیک را، خصوصا این فتواهایی که پشت سر خدا بعد از این آیه دارد اینها را ابلاغ بگو بینا یا اهل کتاب لستم علی شیء. لستم علی شیء فتوای ساده سختی به کی میگه؟ به کسی که در جامعه جا دادن که نحن ابناء الله و احباؤه، ما محبوب خداییم. و قرآن میگه نه شما خر هم نیست، شما در هیچ چیزی از دین نیست. یعنی لا دین لکم لستم علی شیء یوبا به، تا زمانی که دستورات تورات و انجیل و ما انزل الیکم را شما اقامه نکرده اید لستم علی شیء یوبا به، چیزی که ارزشی داشته باشه شما نیستید. بیا کجا بشید محبوب من؟ شما پوچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ولی یہود و نصارا ہمیشہ کہ خدا طرف اور رسول نبی ابلاغ نہ کرتا تو یہ فراز ابلاغ ہوتا چرا خدا اجازت ده. پیغمبر از ابلاغ عقب نشینی نکرده. آیا پیغمبر از نماز عقب نشینی کرده بود که خدا فرمود اقیم الصلاة لدلوک الشمس؟ آیا پیغمبر از تلاوت قرآن دست کشیده بود که خدا فرمود اتل ما اوحی الیک؟ این حرفت خیلی خوبه عاقلانه. پیغمبر مگر
از تحریض مؤمنین در جهاد دست کشیده بود که خدا فرمود حرض المؤمنین؟ مگر پیغمبر از جهاد دست کشیده بود که فرمود جاهد الکفار و المنافقین؟ سروران گرامی، دو نوع امر ما داریم، یک امر ابقایی و یک امر ایجابی. امر ابقایی معنیش اینه که به این کار خود ادامه بده، احساس خطر نکن. مثل این امر ابقایی، سربازها در حال نبرد میزنن، فرمانده میگه بزنید تذکرات. اینها را میگه امرهای ابقایی، یعنی این وظیفه خود را ادامه بده. عادت بشره، کارگرها کار میکنن، سرعمله میگه کار کنید، دست از کار نکشید، کار میکنن. بله بار میگه کار کنید، بخوانید، بدوید. حالا چند نفر دارم میدون، میگه بدوید، بیاید. ولی این ترکی ندارن کار. این امرهای ابقایی گفته میشه، یعنی شما به دستور ثابت بلغ ما انزل را بکنید. اینها قبول میکنن یا نمیکنن؟ شما تبلیغ خود را ادامه بدید. بله، اون هم تا این اندازه ثابت هست. چرا پیغمبر حضرت علی را گفت من کنت مولاه معنیش چی؟ من کنت مولاه فهذا علی مولاه. خب این متفق علیه، این هم قبول. مگر مولا معنیش هست خلیفه بلافاصله. برید در لغت عرب نگاه کنید که مولا و ولی چند معنی دارد. مولا مصدر میمیه، ولی مصدره. در قرآن هم به کثرت لفظ مولا به کار رفته. انت مولانا، و خدا را نمیگیم انت مولانا، تو مولای مایی، تو مولای مایی، یعنی خدا تو خلیفه بلافاصله مایی. مولا سروران گرامی، برید در لغت عرب نگاه کنید، معانی متعدد دارد. مولا به معنای دوست، مولا به معنای آقا، کسی که غلام آزاد کند آقا، خود همون غلام که آزاد میکنه هم مولا میگن. مولا به معنای دوست، مولا به معنای معین، مولا به معنای ناصر. تقریبا معین و ناصر قریب به هم. وعلم ان للولی یا للمولا معان کثیره. یک لفظ مشترک المعانیه، به معانی متعددی استعمال میشه. مولا به معنای مالک، مولاهم الحق. قرآن جایی گفت مولاهم الحق. الله مولاکم، الله انت مولانا. خب این که به کثرت آمده. الله ولی و مولا یکی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ در یمن شکایاتی به موردی درباره حضرت علی به پیغمبر علیه السلام در غدیر و در اون محل جدایی که حضرت علی از آنجا بخواد جدا بشه بره به یمن، حضرت رسول علیه السلام اون مردم را تفهیم کرد. مردم، من کنت مولا، هر کسی که من پیغمبر دوست او هستم فاذا علی مولا. و روایات ادامه دارد، گفت اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. بار الها محبت کن با کسی که با حضرت علی محبت میکند و دشمنی کن با کسی که با حضرت علی دشمنی میکند. خب همون معنی شما. مگر استاندار یک حاکم او در آن محل حاکم نیست؟ حتیا نیست. بگید
حالا استاندار سیستان و بلوچستان تعیین شده، از طرف وزارت کشور وزیر کشور تعیین کرده. ولایت این ولایت آنها نیست. ها کسی استاندار را نافرمانی کرد، او دیگه همون رئیس های بالا را نافرمانی نکرده. مسئول بزرگ استانداره. حضرت فرمود هر کسی که او ولایت من را قبول دارد باید ولایت حضرت علی را هم قبول داشته باشه. حالا معنی مطلوب شما را ولایت یعنی امیری. من امیر هر کس هستم، او امیری من را قبول دارد، او ولایت من را قبول دارد، او ریاست من را قبول دارد، علی هم رئیس او هست. معنی شما را هم میکنیم. لیکن کجا معنیش از خلیفه بلا فصل؟ بله اینجا مولا به معنی دوسته. مولا را کی معنی کرده خلیفه بلا فصل؟ مثلا اینجایی که خلیفه بلا فصل یا نه، اختلاف ما اینه. کدوم لغت گفته ولی به معنی خلیفه بلا فصل؟ بله حضرت پیغمبر فرمود کسی که ولایت من را، حاکمیت من را، به اصطلاح امارت من را قبول دارد باید امارت حضرت علی را هم قبول کند. من او را تعیین کردم استانداری من. معنی شما را هم میکنم. ولی معنیش اینه که مولا به معنی دوست. کسی که من دوست او هستم علی هم دوست او هستم. و ادامهش در روایات آمده دعا کرد پیغمبر اللهم وال من والاه و عاد من عاده. بار الها محبت کن با کسی که با حضرت علی محبت کند و دشمنی کن با کسی که با حضرت علی دشمنی دارد. یہ پہلا جنگ صحابہ نے ایمان جینے ہوئے ایشان کے دشمنی حضرت علی صحابہ نہ بہت یہ دشمنی که بعد حضرت علی با صحابه درگیر شد این به خاطر دین و به خاطر آیین نبود. یک سری سیاست دشمنی که بین مسلمان ها واقع شد او به خاطر خون حضرت عثمان بود و جنگ ها را منافقین راه انداختند. و دلیل اینه که اگر این عداوت دینی می بود پس حضرت حسن و حسین با امیر معاویه چطور صلح کرد؟ اگر اعتراضی دارید بر حسن این بود، ما که با حضرت امیر معاویه صلح نکردیم اونجا هم نبودیم، دیگه کسی که با حضرت علی درگیر نشد. خب این یک قضیه سیاسی بوده و یک امر الهی بوده که از ظاهر مسلمان ها در حق یک خلیفه بر حقی مثل حضرت عثمان مظلوم شهید با دهن روزدار به سن 80 سالگی در حال تلاوت قرآن، عثمان غنی که چقدر پیغمبر به او مژده بهشت داده، 2 دختر پیغمبر در عقد او بوده و عثمانی که چقدر در راه اسلام مال خرج کرده او را شهید کردند. الله تعالی با قضای تکوینی نه تشریعی مسلمان ها را گوشمال داد. و اگر حضرت امیر را شما دشمن شخصی حضرت علی آنها مغرض بودند، این یک مسئله سیاسی بود و این سیاست شوم منافقین بودند که مسلمان ها را شب میخواست صبح حضرت علی و حضرت امیر معاویه با هم مصالحه کنند و قاتلان حضرت عثمان را مجازات کنند. شب این قاتل ها حرکت کردند که صبح ما کشته میشین اینا را به جان هم بیاندازیم. یک لشکر اونجا مستقر بود که اینجا اینها حمله کردند، آن لشکر این لشکر را و این لشکر آن لشکر را متهم کردند که شما شب خون کردید و نقض عهد کردید. وقتی جنگ شروع شد جنگ دو تعطیل نشد، جنگ دیگه خاموش نمیشه. بله اگر حضرت امیر معاویه ناحق می بود و لحاظا دشمن حضرت علی، دشمن شخصی حضرت علی یا دشمن دینی حضرت علی می بود،
تو پس حسن با اصول کرده. هر اعتراضی دارید بر حضرت امام حسن و امام حسین بکنید. ما نه اونجا زنده بودیم، نه دست ما با آنها شریک بوده، نه زبان را با آنها شریک میکنیم. میگیم تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبت. ما دیگه الان جا کلام بر نمیداریم که حضرت امیر معاویه را رد کنیم، حضرت علی را. ما همه را میگیم صحابه رسول الله که صحابه بودن، اونا که منافقن در علم خدا منافق بودن، شریک بودن، شریر مومنه. اون هم امتی بوده گذشته. ما چه کار داریم که جب این قاضی بشیم؟ خدا ما را قاضی کرده برای امیر معاویه و حضرت علی؟ ما قاضی طلحه و زبیری؟ ما قاضی این دو لشکری؟ نه. بله بوده نزاعی، من انکار نمیشه، تاریخ ثبتش کرده نزاعی بوده و برای آنها تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. حالا ما امیر معاویه را شما هرچی که میگید ما رضی الله تعالی عنه را سر را پایین میگیریم، شما بیایید ابوبکر و عمر و عثمان پاک صاف کنید. حضرت علی نه با اینها چه نزاعی داشت؟ بله حضرت امیر معاویه را هرچی درباره حضرت امیر معاویه میگی بگوید حسن و حسین دوتایی، این دوتا چرا، این دوتا دیدگاه، این دوتا با امیر معاویه مصالحت کردن از سنه 40 هجری تا 60 هجری یک روزی هم با امیر معاویه نجنگیدن. شرایط هم مطرح کردن برای حضرت امیر معاویه و حضرت امیر معاویه شرایط آنها را پذیرفته و حکومت به دست امیر معاویه بوده و حضرت حسنین در مدینه منوره بودن. در کجا بودن؟ ریاست مدینه منوره و مکه مکرمه از سنه 40 هجری بعد از صلح حسنین با امیر معاویه رضی الله تعالی عنهم اجمعین دیگه زندگی آنها در مدینه منوره گذشته. مالیاتی خوازن و جاهای دیگر را هم به آنها اختصاص داده بود. این مالیات میرفت سهم حسنین بود و حسنین خدا را عبادت می‌کردند. حضرت امام حسن از دنیا رفت، حضرت امام حسین ماند تا زمانی که امارت حضرت امیر معاویه بود. یک روزی هم امام حسین نزاعی ناراحتی بین اینها نکرد. بله رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر روایات ما را قبول بکنید گفت حضرت پیغمبر فرمود خدا به دست این نواسه من حسن بین دو جماعت بزرگ مسلمین صلح میارد. و قرآن هم گفته و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. دو طائفه از مؤمنین وقتی قتال کردن شما اصلاح کنید. حسنین آشتی آوردن. بعد از اینکه خوارج حضرت علی رضی الله تعالی عنه را شهید کردن حسنین مصالحت کردن و به قول شما یاران علی ویل کردن. ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند. شما شرمید. کوفه ها لشکر ارتش حضرت علی بود، لشکر و ارتش حضرت امیر معاویه از شام بودن یا از اهل کوفه بودن. شما شرمید که یاران علی را ویل کرد. پس هر چی میتوانید بگید بر شیعان علی، بر اون شیعان علی که حضرت علی را ویل کردند و خط حضرت علی را تایید نکردند. وقتی حضرت علی برای مصالحت آماده شد همین منافق ها بیرون رفتند و به نام خوارج درست شدند که حضرت علی با آنها هم شروع کرد جنگیدن را. وقتی میخواست صلح کن، صلحی که با حضرت علی میخواست حضرت علی با امیر معاویه انجام بده خوارج پیدا شدند. این صلح تکمیل نشد در حیات حضرت علی که خوارج حضرت علی را شهید کردند. در زمان حضرت حسنین این صلح تکمیل شد. حضرت علی نور دیده ما و نه تنها شما بگید ما الان در ایران تقیه میکنیم، در تمام کره خاکی حتی در مکه و مدینه خطبه هم که میخوانند نام حضرت علی، حضرت حسن، حسین، فاطمه الزهرا گرفته نمیشه.
خب ما اینجا تغییر بکنیم، شما بگید شاید خب الان حکومت شما دارید، قبلا ما هم حکومتی نداشتیم، خطبه ما هم همین بوده که شما هم آخونده حکومتی هم نداشتیم. در پاکستان، در هندوستان، در افغانستان همه نمیگیم اسدالله الغالب العلی، سیدا شباب اهل الجنة الحسن والحسین، سیدة نساء الفاطمة الزهراء، علیه خطبه های ما هستن. و اینقدر ماشاءالله محبتی که با اهل بیت داریم، محبت ما بیچربه. چرا؟ هم صحابه هم یار رسول الله، هم فرزندان رسول الله. الحمدلله اینقدر حسن و حسین و رضا و جعفر و تقی و نقی و ما داریم، ما اینقدر علی و ابوبکر و عمری نداریم. اینقدر حسن و حسین، پیرمردا غلام حسین، غلام حسن. اون بچه هایی که قبل از پیروزی انقلاب متولد شدن نامشون رضاه، پس معلوم شما امام رضا را قبول دارید. شمایی که قبول نداری، عایشه را قبول نداری، ابوبکر را قبول نداری، عمر را قبول نداری، طلحه را قبول نداری، زبیر را قبول نداری، سعد و سعید را قبول نداری، شمایی که مهاجر و انصار را قبول نداری. دلیل یک شیعه در کره خاکی نام فرزندش ابوبکر و عمر و عثمان باشد، در حالی که تسمیه کردن فرزندان خود را به ابوبکر و عمر و عثمان سنت علوی است. سنت چیه؟ فرزندان حضرت علی مسما به ابوبکر و عمر و عثمان نبودند. اگر واقعا شما علوی هستید به سنت این حضرت علی اقتدا کنیم. ما الحمدلله علوی هستیم، بچه های ما مسما به ابوبکر و عمر و عثمان. ما سنت حضرت علی را احیا کردیم. بچه خود را ابوبکر و عمر و عثمان نامگذاری کردن این سنت علی است. علی بچه های خود را به ابوبکر و عمر و عثمان مسما کرد. شما انشاءالله به سنت حضرت علی متمسک میشید. بچه های خود را مسما به ابوبکر و عمر و عثمان و علی بکنید، این سنت علویه. حضرت علی بچه هایش را مسما کرده. اگر اعتراضی دارید بر حضرت علی بکنید. حسن و حسین را رسول الله مسما به حسن و حسین کرد. باقی بچه های خودش را ابوبکر، عمر، عثمان. یکی همونجا اعتراض کرد که چرا بچه خود را ابوبکر نام بگه؟ گفت آقای ما بعد از رسول الله ابوبکر بود. عبدالله بچه دیگر عبدالله است، ابوبکر کنیه است، عبدالله نام است. حضرت علی هم نام برداشت، هم عبدالله دارد، هم ابوبکر دارد، هم عمر دارد، هم عثمان دارد. و حتی فرزندان حضرت علی هم بچه خود را مسما به ابوبکر و عمر کردند. برید اولاد حسنین را بگینید چقدر اولاد دارند. برید در ائمه ها تا جایی که امام رضا اسم دخترش را عایشه گذاشت و امام رضا یک دختری و 5 تا پسر داشت و آن دختر مسما به عایشه هست. شما به هیچ سنتی از سنت های ائمه متمسک نیستید و فقط دم از محبت اهل بیت، محبت اهل بیت. تاصل اله و تظهر حبه هذا لعمری فی القیاس شنیع یا عجیب عجیب هذا لعمری فی القیاس لعجیب. چرا؟ ان المحب لمن یحب مطیع. آنی که محبت می کند مطیع محبوب است. شما ادعای محبت دارید، یک سنتی از حضرت علی احیا نمی‌کنید. برای اتحاد مسلمین شما بلند بشید، مسما کنید به ابوبکر و عمر و عثمان تا مسلمان ها بیشتر بدانند.
اگر اینها قبول نمی کنن پس پدران اینها که قبول کردن، نویسندگان اینها قبول کردن، مراجع تقریر اینها قبول کردن، مگر میتونه قبول نکنن؟ من کتاب مشعل اتحاد را دارم که میگه حضرت علی به خاطر اتحاد مسلم بچه خود را به ابوبکر و عمر و عثمان نامگذاری کرده. تمام نویسندگان سیره اینها، حتی ملا باقر مجلسی هم در کتابهای خودش نوشته کرده که فرزندان حضرت علی مسما به ابوبکر و عمر و عثمان بودند. دیگران به جای خودش در تمام کتب سیره ائمه جایی که اولاد ائمه را می نویسن بری نگاه کنید، همه نوشته کردن ابوبکر، عمر، عثمان. حرف ما نیست. اگر اینها انکار کنن تمام کتابها خود را انکار کنن، قبول دارن لیکن کتمان هم هیچ مجلسی. و در میدان کربلا از برادران آن شهید عثمان شهید است. 5 برادر امام حسین در میدان کربلا و چقدر برادر زاده شهید شدند که نامشون هم ابوبکر و عمر و عثمان. شهدای کربلا مسما به عثمان هم، مسما به ابوبکر هم. مولا باقر مجلسی نیستند. از برادران آن شهید مظلوم 5 تن بودند. 5 برادر حضرت. زمان من کتابی را به دست گرفتم و جمعه آخوندی هم نوشته بود. ببینید شهدای کربلا ابوبکر و عمر و عثمان، برادران آن شهید مظلوم، 5 برادرش، با خودش 6 فرزند حضرت علی، باقی همه نواسای حضرت علی بود. 21 نفر از این 70 نفر خاندان و نواسای حضرت علی هست. باقی دیگه پسر موها و غیره هست. یک زمانی گفتم شما اسماء شهدای کربلا را بنویسید، تحقیق کنید، نوشته کردن لوحی بزنید تو خانه ها، نام شهدا را بنویسید. اونجا شما ابوبکر نامه ها میبینید، عثمان نامه ها میبینید، عمر نامه ها میبینید، حسین نامه ها میبینید، عبدالله ها میبینید. اونجا این نامه ها میبینید در شهدای کربلا. شما کسی را تشخیص میدید مخالف خدا و رسول، شما حاضر نیست پشت سرش نماز بخوانید. حضرت علی شیر خدا پشت سر شما میگی این قبول ندارن؟ قبول دارن که حضرت علی پشت سر ابوبکر و عمر و عثمان نماز خوانده یا نه؟ اون گفت خب اینا را منافق میگید و نعوذ بالله اینا را لعنت میگید. شما به پیش نمازان حضرت علی اهانت میکنید. فکر کنید فردای قیامت نماز حضرت علی پیش خدا پشت سر ابوبکر و عمر به نمایش گذاشته نمیشه؟ ها، به نمایش گذاشته میشه یا نه؟ قرآن نگفته و وجدوا ما عملوا حاضرا، فیلمی که در میدان محشر به نمایش گذاشته میشه. حضرت ابوبکر امامت، حضرت علی پشت سر مقتدیه 2 سال و 3 ماه. فیلم دیگری که برای مال حضرت علی به نمایش گذاشته میشه، حضرت عمر امامت، حضرت علی و حسن و حسین مقتدیان. فاطمه الزهرا پشت سر حضرت ابوبکر نماز نخواند. ها، زنان خود در زمان صدر اسلام در مسجد نبی نماز میخواندن، آخری سب مال زنان. اخی اعمال حسنین و اعمال حضرت علی به میدان محشر به نمایش گذاشته میشن. جلو ابوبکر است، جلو عمر، جلو حضرت عثمان. این بزرگواران مقتدی هستند، هستند یا نیستند؟ یکی جای دیدم که بابا نماز حضرت علی پشت سر 3 خلیفت تقیه نبوده. چی نبوده؟ یعنی نماز نقلی میشه انسان سیاسی باید یک جایی نیتی بکند و از ترسی و از پستکی و از مقامی
بره پایین و بیاید بالا، ها؟ بیا وضو هم نیت کنه، بیا وضو هم اینطور کنه، نیت نماز نکنه. الان میشه فشاره، نی؟ فشاره، ترسه، تقیه. گفتم بله، امامت حضرت علی پشت سر ابوبکر و عمر و عثمان تقیه نبوده. تقیه خیلی امام پاکه که عبادت را تقیتن انجام بده، لیکن جاز للشیعی ان یقتدی بالسنی. دلیل نگاه، جاز للشیعی ان یقتدی بالسنی. آبا تو حضرت علی را کردی شیعه و ابوبکر و عمر و عثمان را کردی سنی، این تقسیم ظالمانه نیست. کجا بود شیعه، کجا بود سنی؟ این مارکه های بعدی هم جناح راست و چپ من شما درست کردیم. شیعه و سنی ساخته من شما. در زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین دین اسلام بوده، نه دین عند الله الاسلام. مسلمان، یهودی، نصرانی، دیگه مسلمان شیعه و سنی نامی نداشت در دنیا. تو حالا شدی شیعه و من شدم سنی، دیگه ابوبکر کردی سنی و علی کردی شیعه و جاز للشیعه یقتدی بالسنی. این تلبیس ابلیس میکند برای فریب دادن یک نادان بود. حضرت علی شیعه بوده و حضرت ابوبکر عمر سنی بوده، طلحه و زبیر سنی بوده، فاطمه نعوذ بالله شیعه بوده. حرفی که شما میزنید انصاف کچھ کنی. لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق وانتم تعلمون. شما میدانید که نظام شیعه و سنی یک نامه ها و مارکه های بعدی هست، اختراعی هست. شافعی و حنفی و مالکی و حنبلی اینها مارکه جدیدی هست. امام ابو حنیفه 80 سال بعد از هجرت پیغمبر متولد شده و 150 هجری مرده. از اونجا حنفی کم حنفی. امام شافعی روز ولادت حضرت امام ابو حنیفه متولد شده، بعد شما شدی شافعی. همون قرآن میگه لما تحاجون ما لیس لکم به علم. حنفیت و شافعیت و حنبلیت و شیعیت و زیدیت و فلانی این مارکه ها و اصطلاحات بعدی هست. ان الدین عند الله الاسلام بوده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله